هستم. زنده نباشین. سلامت هستم. زنده باشین، سلامت باشین. بله. هستم. کی؟ ماما غلام رسول هستم. ماما غلام رسول. بله. ها شما در کی؟ اینا خواهمینه دیگه. بله ها ما مسجد در خونین آیا. ها. ما میامدیم تا خونه پیشین و کار داشتیم یک تنه. اگه یالا کنیم مادر جانم بیمادر. سلام علیکم علی جان. مستنی. خیلیت زنده باشین. زنده باشین. دم کنی و شکر فضل خدا شما ایستنی. سلامت باشین. زنده باشین. بفرم. خب. باشه چی میخواد؟ یالا. یا الله. یالا کنیم بیزن. همه شما میای. بله بله. یا الله. بگم مثلا برو بگم کی نه؟ همسایه شما کوچه بالاتر. شما فرید بگیم میشه بیامدم. خود مادر میگم. شما میمونای. میمونای. خسرونی دیگه. برای خیلی نکشیم باز. در چرا بسته کردیم؟ من حالا ما یک ساعت بستگی تا در رو بکنیم. یک چیزی به شما بگم. قرآن میگه اگر شاعر گفته تو را سیگریت به لب بینم کفن به گردن، کسی و کسی کاری نباشه چرخور بیا پونه بکن. به من کاری نیه. شما به خوشنودی دختری آمده. بله حالا این مطلق به خاطر چی میگم شما بفرمایید دیگه ما وقت نه سعی کنید جان. شما به کی مانی مثلا؟ یعنی برادر به خب حیف می جوان نکرده چه خدا نه گردن اما بند باشه. چی میگه نانه جویی؟ خاله جان شما یک دقیقه چوب کن. شما که بیایم نفر 61 نفر اینجا به خستونی آماده. بفهمیدین اخلاق نداره خسار امی ارباب ما دیگه رفتار خوب نداره. زن بچه خود سال به 12 ما میزنه. دختری و یه تا به شما بگم که حال سرخور رنگ میده. 43 سال عمری نه. بفهمیدین چی میگه مادر؟ بله شما موت چیزی نمون فاسده حیف گل روی شما نکرده. هیت نیه نخوا باشه به چی چی نه؟ میگه مادر می؟ به خودم هم نمیفهمم. همون مادر گلت همیت تعریف میکرد از این دختره که چی بگی؟ خیر اون بریم ببینیم بریم نه نه بریم سعی کنیم. چیزی که من مادر دیگه جان کامل 2 سال دیگه درس بخون. من سیم به 12 خلاص میکنم. ما برم 42 ساله. انا بازم 45 میریم ساله. گپ پینی انا میریم همینجا باشه. بریم دیگه. باش چشم بفرمایید شما کمی ساده ای لالا به دل نگی کمی ساده ای بفرمایید خاله جان. 30 ساله بریم شما بریم خاله جان بیلیسونه. خاله این بر بریم مرتقا بریم. گپینیه بفرمایید یا الله. خوش آمده. سلامت باشید بسیار خوش آمده. خدا و یا موزه پیار شما مامالال امت خیلی خود مرفق بود. سلامت باشیم خداوند بیا مرزه زنده باشیم سلامت باشیم خوبی از خود شما بچه گیلن بعد چند بار تو گفتم او نه آیات بمیره. برو سه و 5 چای بریم میمونا بیا. چای صرف زیاد هرچه دم کردم بیا. ماما صرف زیاد مشکل نیه هرچی بیارم شما صرف زیاد خیر بودیم بخیر باشیم خب دیگه بچه خاله من محیب جان از شما خیلی تعریف کردن زنده باشی. گفتن خانواده نامخواده که معلوم میشه واقعا حالا که شما آقا جان منم میشناختیم خدا بیامرز خدا بیا. دیگه خانواده با فرهنگه با علمه دیگه گفتم اگر قسمت باشه نصیب باشن این برادر من دیگه حالا تقریبا مکتب خونه نزدیک خلاص کنه صنف این سال 12 میره دیگه گفتن قسمت باشه تقدیر باشه که ماما خان بالا خیر بینی ببر بالا خیر بینی بیالا شما رو بریزم دیگه ارزم حضور شما کمید با غلامی خود انشالله قبول کنیم که هرچی قسمت باشه ببینیم چی میشه هرچی تقدیر و نصیب باشه همون میشه. بدون وعده خدا یک سیب یک درخت به نمیشه. شما بریزم میخوریم زحمت نمیشه بخشد شما درد نکنه بله دیگه ببینیم چی میشه دیگه شما میخورین لالا یک کمی برسیم بله. ما ما گفتم بیایم ببینیم خیلی تعریف کردن شما بچه خانه جان من گفتم
شما آقا جان برای بازم گفتیم میشناسیم خیلی خوب شد چه بهتر. دیگه این حسابی هست که شما میفهمیم من می دختر به ناز و نعمت کلام کردم. بله. ایت نیه که فرض مثال اون ناز تا حال کرده باشه و من نازی رو نداشته باشم. یک دختر راست میگم راست خواستایی که دارم اگه میتونیم برآورده کنیم از شما کی بیده؟ انشالله کوشش میکنیم ببینیم انشالله مو چیزی که در توان ما باشه گیرک جان خدمت هست. یا قلم کتاب چی بیارک تو شاید که من همی خواسته ها دختر قربان بسم اگه میتونم قبول کنم که خب تا خوب اگه نمیتونم کناری بر جماری بر مشکل نیه ما در خدمت هستیم. خوبه یه سر نخور شیرینی گیله بشی گیلک جانم اونجا نوشته کو گیلک جان ها نوشته کو هرچی که من میگم نوشته کو گوشی بزن. ببخشید. خواهش. کم بالا خی ماما خب نوشته کو گیلک جان چی بنویسم بادا 8 لک شیر با بنوشته گیلک جان 8 لک شیر با یک ست طلا کامل چند کیلو طلا کامل دیگه گلوبند و چوری و گوشواره و اینا یعنی دخترم خوش کنه دیگه یعنی نیم کیلو دیگه حدودا نیم کیلو میشه دیگه نیم کیلو طلا عربی یا میز عربی. ایرانی عربی عربی نیم کیلو خب دیگه 15 جوره رخت کم نیه 20 تا خوب 20 تا نو قلم تو چی کم میشه 20 جوره رخت مدل جدید آله 25 جوره کش 25 جوره کش نظر من که مایم دکون واکنم بله مایم دکون واکنیم اینا رو هم خیلی چیز دکون نوشته کو گیلک جون خلیفه ما به دکون احتیاج ندارم نه این نمیشته نه اینا رو که نوشته میکنه این خیال کردم دکون مایم نه دکون داری نیه دیگه این دیگه حسابیه دیگه چی خلیفه دیگه 12 جوره چادر بغره یا چون نماز بغره و نماز خوده چادر نماز بغره و چادر نماز خب پس اشتری میکنین که برابر شه 16 16 در 16 در 16 16 در 8 خب 4 تا بکس عرابه‌دار 4 تا بکس قرابه‌دار که چیزا خود لباسا رو تایی کنن درسته؟ خب یخچالی که شطور خودت بار و بندر خود درو رو بتایو زنده درسته؟ یک یخچالی که شطور مستقیم درو رو خودت سرکلی خو همه به داخل یخچال زنده لافشویی تو مجلس هم بگیرم دیگه گیلک جون بابا خلیفه جون لافشویی همون رختا خود نمیدادم او که لوازم خونه خوبی از اون مگر خونه لوک سیوری و تیار کنم دیگه گیلک جون او که سیوای حسابه خب او فرش و ظرف و اونا دیگه لباسشویی که مثلا لافتی هم جاشه لباسشویی و تلویزیون و اونا که بی از اون مگر خونه رو تیار کنم تلویزیون 120 درسته؟ مادر جانم نفهم چه کار شد ما امه شما یک دقیقه چوب کنی بر سه نفر ما میفهم چی نمیشته کنه خوبه؟ نوشته کو گیلک جون بگم دیگه چیزی مطمئنم یاد شما نرفتم نه دیگه اون ازدگرام که یاد آه، مرد برو، که آره. نوشته میکنه دو تا سابه کنی هم ورقه بده برای اینا گیلک جون یک عروسی لوکس خوبی یک شیرینی خوری من مطمئنم چیزی از یاد شما نرفتم چی مثلا؟ خیلی چیزا از یاد شما رفتم نه همه نوشته به نظر به فروشگاه باز میکنم این فروشگاه برم من مغز فکر نکنم که جنس باشه آقا جمهور و تو نمیدم اولاد آدمی زاده و تو میدم من به کیک و کلوچه کلوم کردم بله. اون همو گلک 50 جورکه شبکنده که آدمی کوچه اکسره بری و کیک و پوفق خریده بله تو خیمگونی از درسته. سر امال خریدم. گردنم بند با شمال بریم شما دعاخونه پرسان کنیم امال یک مازدا شیر خوش خورده او تا خلاص خب
یک مازدا شیر خشکی از این میده کن سرپوش استونده. ببخشید این دلیل نمیشه شما رو با نازنین من بزرگ کردیم حالا ما 20 جور 30 جور خود شد. نکن ماما. درسته؟ ما بیزار نمیتونی کوکو سنگ بسکو بشوی بله بسو خلوا خش کرده نه اردو خلیفه. بیاره کوکو متاسفانه مشکلی نه ما نه، با این ماما. شرایطی که اصلا قبل از این دیگه تو البته بیامدی برای بغزالی امدی ما رفت شما به قیافه شما نمیخوره. از اینکه ما تا بیام مادر نشدیم ما رفتیم صدا مادر جان ما کنیم. صدا کنیم خاله نه با نه اجازه ببخشید نه خاله همین خالی که بیامدن به خروس نیست. واقعا میگی برای همین بزغاله بدی می‌ریزم. آماده بدگی لگ بیرو کو زهروا کو یالله کو که برم خوبه زن کاکا می خالی که بیامدن به خسرونی بیا اونا رو بیرو کنه که برم کار خوب نه روز بعد میبینم نه قیافه از اینا. من میرم که بگم برو گی لگ بده آقای محترم داداش این آقا پسرمون رو سرش خیلی عالی اصلاح کنید. آخه این شب میخوایم بریم خواستگاری. باشه چشم. ممنون شما متشکرم. باز کن ناج آقا. سلام علیکم. خوبی ناج آقا؟ شما خوبه؟ سلامتن؟ حاج آقا تشریف دارن؟ کی؟ حاج آقا تشریف دارن؟ ببخشین آقا با شما هستم. آقای محترم آقای محترم با شما هستم. ببخشین حاج آقا تشریف دارم یا نه؟ ما درست اومدیم اینجا یا نه؟ خانه دیگه اشتباهی اومدیم. من شما چه عجابا تشریف دارم. چی میگه شما؟ به کی کار داره شما؟ برای ما حاج آقا اسمشون ماما غلام رسول. نه قربونتون خیلی ممنون. ماما غلام رسول. بله آره. هستن؟ آه. بگین آقای ارشاد اومدن. آقا شما کی باید از کجا آمده؟ از ایران اومدیم آقا. آها شما میمونا ایرانی؟ بله. اینا چه کاری شما نه؟ آقا پسرن. خوش آمده. پسر شما نه؟ بله. خوبه. بگم آقای کی؟ آقای ارشاد. ارشاد. ممنون شما. همونجی باشی. چشم. کاکا خلیفه جو 2 نفرای هم میگن سلام خسته نباشیم. میگن ما چون با شما و کاکا غلام رسول کار داریم. بی اقل همون میمونای دیگه بده گفتم آقا ارشاده. بده بگو بفرماییم بخونه بگو بفرمایید. نه بده خوبه. چرا دیر کردن بابا؟ یا الله در بسته کنیم ماما. پسرم ببر. بفرمایید. یا الله بفرمایید. یا الله